سلام به همه دوستان عزیز به انجمن ترید اکادمی آنلاین افغانستان خوش آمدین. بنده زینب عزیزی هستم. در این کانال آموزش های مفید و کاربردی در زمینه فارکس و کریپتوکارنسی را به شما به اشتراک میگذاریم. اما در این ویدیو به شما بخش ترید و هیستوری متاتریدر 5 را به ساده ترین روش آموزش شدیم. پس تا پایان ویدیو همراهیم باشین. خب دوستان نهایت با مهمترین بخش از متاتریدر 5 رسیدیم که بخش چی دوستان؟ بخش ترید می باشه. بخش کویس و همچنین بخش چارت براتون گفتم و کامل توضیح دادم که چه مثلا ها استفاده بکنید. اما بخش ترید که هستن یکی از مهمترین بخش ها میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اصل سرمایه ما رو شامل میشه دوستان. همچنین تمام نوع پوزیشن هایی که شما گرفتین و یا هم میخواین یک اوردر رو باز بکنین و یا هم یک پوزیشن رو بگیرین، همین بخش ترید شما میگیرین دوستان عزیز. یا میخواین استاپ کنین، تی پی باین یا هم مانیتور باز کنین، مانیتور کلوز بکنین. یعنی در کل مدیریت پوزیشن هایتون از همین بخش چی میشه دوستان انجام میشه. خب در بخش ترید دوستان میشه شما برای فعلا که من هیچ معامله باز ندارم، میبینین هیچ معامله من فعلا باز ندارم. و من چی هست دوستان؟ سه گزینه اینجا نوشته هست. یکیش بالانس هست، دیگهش اکویتی، دیگهش هم فری مارجین هست. حالا باید بفهمیم که اینا هر کدومش نشون دهنده چی هستن دوستان. بالانس که هست دوستان مقدار پولی است که من فعلا در حساب خود دارم. یعنی چی هست؟ بالانسم چقدر است؟ 9971 دلار می باشه. ولی اکویتی چی است دوستان؟ مقدار پولی هست که وقتی شما یک پوزیشن باز داشته باشین با نظر داشت به همون پوزیشن اگر باز باشه او رو میگیره سود و هم ضرر تا چی میگم دوستان جمع تفریق میکنه. اینجا نوشته میکنه مقدار سرمایه تونه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک پوزیشن رو میگیرین، پوزیشن در سود هم میباشه، پس مقدار سودتان را به مقدار اصل سرمایه تان این بالانس تان چی میکنه؟ جمعش میکنه. اینجا نوشته میکنه. فری مارجین چی هست دوستان؟ مقدار پولی هست که منهای اکویتی ما چی میکنیم؟ اجازه داریم که چی بکنیم دوستان؟ دیگه هم پوزیشن باز بکنیم. پس فری مارجین با ما یه نشان میده. پس فعلا که من هیچ پوزیشن باز ندارم با ما این سه بخش نشان میده. ولی وقتی که من پوزیشن باز بکنم دو گزینه دیگه هم چی میشه دوستان؟ به ما اضافه میشه که هم باز براتون تشریح میکنم. در این قسمت دوستان ببینید با ما چی میکنه اینجا میگه که بر اساس چی تنظیم شه، مثلا اوردرها، تایم، سمبل و هم پروفیت شود. اینجا قسمت علامت جمع ببینید دوستان ما میتونیم چی میگیم؟ در قسمت میتونیم که پوزیشن باز بکنیم و یا هم پوزیشن که باز داریم مدیریت بکنیم. استاپ میمونیم، تی پی میمونیم، اینجا لات ما تعیین میکنیم و اینجا هم چی میکنیم دوستان؟ نوعیت پوزیشن خود مشخص میکنیم دوستان عزیز. مثلا در قسمت ببینید دوستان ما چند نوع اوردر گذاری داریم. انواع اوردرها داریم، یعنی یکی کسی با شکل مارکت می باشه، دیگهش بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ، سل استاپ، بای استاپ لیمیت، بای سل استاپ لیمیت داریم دوستان. که اینا هر کدومشون نوع مختلف چی میکنه؟ ترید با ما باز میکنه. انواع مختلف اوردرها رو با ما چی میکنه؟ باز میکنه. خب دوستان عزیز در قسمت بعدیش که هست در اینجا چی هست دوستان؟ نوشته هست 005 یعنی اینجا مقدار لات با ما تعیین میکنه. یعنی تو تعیین میکنی که با چه مقدار لات میخوای وارد معامله شوی. اینجا هم چی میکنی؟ استاپ لاس نوشته میکنی و اینجا هم چی میکنی؟ تی پی تا نوشته میکنی. بعد از او هم که همه اینها را گرفتی نوشته کردی چی میکنی؟ اینجا خود انتخاب میکنی که آیا معامله ما بای باشه و یا هم معامله ما چی باشه؟ سل باشه دوستان. اینجا چی میکنی؟ انتخاب میکنی آیا بای باشه و یا هم سل باشه. وقتی که همه اینها انتخاب کردیم مومنت انتخاب میکنیم بای باشه یا هم سل باشه، تمام مومنت چی میشه؟ کلوز میشه دوستان عزیز. پس اینجا هست که ما چی میکنیم؟ پوزیشن باز میکنیم. به طور مثال فکر بکنین ما میخوایم فعلا چارت ما چیه دوستان؟ چارت طلا است. در قسمت چارت طلا که بوده ما میخوایم چی بکنم؟ در قسمت چارت طلا میخوایم یک معامله باز بکنم دوستان. مثلا معامله چی؟ معامله به قیمت فعلی مارکت میخوایم یک دانه پوزیشن ببینیم چی باز بکنیم. مثلا میخوایم پوزیشن بای باز بکنم دوستان. اینجا من مارکت اکستیشن انتخاب میکنم، بعدش هم مدلات من انتخاب میکنم، بعدش هم تی پی و استاپ. اگه فعلا نمیخواین بایش مشکل نیست، میتونین چی بکنین؟ بای بگیرین. ما فعلا بای من گرفتم. ببین دوستان اینجا با ما چی شده؟ معامله بای باشه دوستای عزیز.
این معامله بای ما باز شده. با چند تا قیمت نشان میده دوستا؟ 2 تا قیمت نشان میده. میگه که در روی 4 طلا با این قدر لات چی گرفتی؟ معامله بای گرفتی. در این قیمت انتریت هست ولی قیمت فعلی اینی است. یعنی انتری ما چند بود؟ 2659 است و قیمت فعلی که است این قیمت است دوستا. و فعلا هم با این قدر چی هستم؟ در سود هستم. خب دوستان عزیز، ببینید به ما 2 بخش دیگه چی شد؟ اضافهش مارجین و مارجین لیول. یعنی وقتی که ما پوزیشن باز میکنم 2 گزینه دیگه هم اینجا به ما اضافه میشه، مارجین لیول و همچنین مارجین میشه دوستان عزیز. قسمت مارجین به ما چی رو نشون میده؟ مقدار پول است که ما در بروکر ماندیم، یعنی بروکر این مقدار پول ما لاک کرده و به ما اجازه داده چی کردیم؟ پوزیشن باز بکنم. اما مارجین لیول چی است دوستان؟ مارجین لیول که هست هر چقدر درصدش بیشتر باشه، من حیث درصدی است، یعنی هر چقدر درصدش بیشتر باشه یعنی شما کمتر در ریسک می باشین، یعنی کمتر در ضرر هستین. ولی هر چقدر درصدش هم کمتر باشه دوستا یعنی بیشتر هم چیزی در خطر می باشین. پس این کامل توضیحات بالانس، اکویتی، مارجین، فری مارجین و مارجین لیول، همچنین چی انواع پوزیشن های ما دوستان. اما شما اگر مثلا در بخش اوردرگذاری مشکل داشتین که میخواین مثلا یک اوردر بماین دوست از این اوردرها استفاده بکنین، اگر هم شما اینجا مشکل داشتین از بهترین نوش میتونین استفاده کنین. در قسمت چارت میرین، اگر یادتون باشه ما چی گفتم دوستا؟ گفتم که ببینید شما میتونین از این قسمت ابزار که است قسمت دنی چی کنین؟ تعیین بکنین که چه مقدار سود، یعنی اگر تیپتون در اینجا باشه چه مقدار سود روی چه مقدار روی سود میرین و چه مقدار روی ضرر میرین دوستا. از همین طریق شما دوباره میتونین تعیین بکنین که کدام نوع اوردر میتونین چی بکنین؟ تعیین بکنین دوستای عزیز. حالا ببینیم مثلا من میخوایم که الان ببینیم تایم فریم چی بکنم؟ 5 دقیقه اگر بکنم یا 3 دقیقه میخوایم چی بکنم؟ تایم فریم رو بکنم دوستا. در تایم فریم 3 دقیقه ببینید دوستا ما همه را دارم بای دارم، یک معامله بای که من فعلا دارم. اینجا سرش کلیک کردم، مثلا میخوایم استاپ من کجا بانم؟ استاپ من اینجا بانم. به من نشان میده که تو این معامله باید مثلا اگه استاپ در قیمت بنی سرش از $5 چی میکنی؟ ضرر میکنی. ولی اگر تیپی مثلا اینجا بانم تو این پوزیشن اگر تیپی در قیمت 2664 باشه $23 چی میکنی؟ سود میکنی. پس از این ابزار میتونیم انواع مختلف چی بکنیم دوستا؟ استفاده بکنیم. دیگه اگر در قسمت اوردرگذاری شما مشکل داشتین ببینین ایره میگیرین سرش کلیک میکنین اینجا نوشته میشه. مثلا ببین میخوایی تو در اینجا چی بکنین دوستا؟ در اینجا یک دانه سل باز بکنی، اما نه این فهمی که از کدام نوع اوردر استفاده بکنین در این قیمت. ببین خوش نوشته میشه که میتونی از سل لیمیت استفاده بکنی، درست است؟ پس میتونی از اوردرگذاری سل لیمیت استفاده بکنی. و یا هم تو میخوایی در این قیمت که رسیده چی بکنی؟ بای بگیری. در اینجا که رسید بای بگیری. خودش ببین نوشته میشه که میتونی از کدام نوع اوردر گذاری استفاده بکنی؟ از اوردر بای لیمیت هم استفاده بکنی. اما تو میخوایی که مثلا این سطح را بریک بکنه، این سطح را ببینید دوستا، بتون سطحش تعیین بکنم. این سطح میگه اگر که به ما این ناحیه حمایتی به ما بریک کرد و میخوایم چی بکنم؟ در این قیمت چی بگیرم؟ سل بگیرم. تو میخوای بفهمین که در قیمت از کدام نوع سل استفاده. ببین بالای از کلیک میکنی خودش براتون نمایش میده. ببین در کدام قسمت من کلیک کردم؟ در اینجا من کلیک کردم، میخواستم چی بکنم؟ در این قیمت سل بگیرم، یعنی این وقتی که این نوع حمایتی رو بریک کرد من میخواستم در اینجا سل بگیرم، اما نمیفهمیم از کدام نوع اوردر استفاده بکنم. پس میای سر از این کلیک میکنی، این خوش بهتون نمایش میده که چی میکنی؟ از کدام سل میتونی استفاده؟ از سل لیمیت میتونی استفاده بکنید دوستا. و یا هم ما میخوایم مثلا در اینجا چی بکنم دوستا؟ در این قیمت اینجا ببینید دوستا، ما در اینجا یک دانه ناحیه مقاومتی داریم. اینجا ناحیه مقاومتی داریم. من میگم که اگر ناحیه مقاومتی ما را بریک کرد در پول بکش در این قیمت ما میخوایم چی بکنم؟ یک دانه بای بگیرم. حالا میگم بس کدام بای چی استفاده کنم؟ از بای استاپ. و یا هم من میگم که اگر بای را هم بریک بکنه در اینجا مثلا میخوایم یک سل بگیرم، یعنی ما میریم ببینیم که ما کدام نوع اوردر، یعنی اوردر سل ما پیشنهاد میکنیم چی میگیرم. در اینجا میام کلیک میکنم، با ما میگه که تو میتونی از کدام نوع اوردر استفاده بکنی. ببینید از سل لیمیت میتونستی استفاده بکنی. پس به همین سادگی میتونید انواع اوردرگذاری هم از طریق همین ابزار پیدا بکنید دوستای عزیز. حالا ببین دوباره این در قسمت چی؟ بخش ترید میریم. ببین دوستا بخش ترید پوزیشنی که گرفته بودم چی هست دوستا؟ با نقدر لاتی که مثلا ما گرفته بودم
با چند لات گرفته بودم؟ با 0.05 لات گرفتم، یعنی 500 لات گرفتم و فعلا 4 دلار هم چیزم روی سود هستم. اینجا قیمت اینتریم است، یکم قیمت فیلمی باشه. حالا میخوایم برای استاپ لاس و تی پی تعیین بکنم دوستان. مثلا میخوایم استاپ کجا باشه، تی پی کجا باشه. روی از چی میکنم؟ یک کلیک میکنم، میرم روی قسمت مودیفای پوزیشن. روی قسمت مودیفای پوزیشن گفتم در اینجا چی میکنم؟ استاپ لاس ما تعیین میکنم. مثلا استاپ لاس میخوایم کجا باشه؟ 2659 باشه. تی پی مثلا میخوایم کجا بانم؟ 2663 باشه. ببین تی پی و استاپ تعیین کردم. حالا چی میکنم؟ میخوایم چی بکنم؟ مودیفای را بزنم دوستا. تی پی استاپ هم تعیین کردم، تی پی هم تعیین کردم. میخوایم چی کنم؟ مودیفای بکنم. کاملا پوزیشن ما چی شد دوستا؟ دارای یک استاپ و همچنان تی پی شده. به همین سادگی میتونید چی بکنید دوستا؟ نه معناش تا که استاپ تا نقد در اینجا قیمت است، تی پی در این قیمت است. سواب نداره، سواب از طرف چی است؟ شبانه می باشه، نرخ شبانه می باشه دوستا. حسابش 0 می باشه، آیدی ای پوزیشن مینی است. پس به همین سادگی میتونیم چی بکنیم؟ تی پی و استاپ لاس ما تعیین بکنیم. اما مثلا میخواین شما میتونه کلوز بکنین دوستای عزیز، و یا هم ریسک فری بکنین و یا هم حجمتون را کم بکنین. این پس ما چقدر باید انجام بدیم؟ در بخش کلوز پوزیشن میرین. وقتی در بخش کلوز پوزیشن رفتین دوستای عزیز، اگر شما میخواین ریسک فری بکنین، ریسک فری به معنای چی است؟ یعنی در همون قیمتی که من رفتم انتری زدم چی میکنم؟ استاپ لاس ما در همون قیمت میمونم. ما ببینیم قیمت انتری ما چند است؟ 2659 شده، یعنی قرار می باشه. ما میخوایم ریسک فری بکنیم. ریسک فری به معنای چی است دوستا؟ به معنای اینه که استاپ لاس نه در جای انتری تون میمونید. فعلا من ریسک فری فکر کنم نمیتونم، چون فعلا محمد از عقب رفته. پس ما به این طریقه چی میکنیم؟ ریسک فری میکنیم، یعنی استاپ لاس ما چی میکنیم؟ قیمت رو میمونیم که انتری ما بوده. بعضی که شما در سود رفتید، ولی میخواین چی بکنین دوستا؟ وقتی ما در سود رفت میخواین چی بکنین دوستای عزیز؟ حجمش کم بکنین. شاید هم شما شنیده باشین ما یک از استراتژی های ما است که مثلا وقتی ما در سود رفتیم 50% از معامله ما رو کلوز میکنیم. وقتی که میگیم 50% از معاملتون رو کلوز بکنین به معنی چی است؟ به معنی این است که تو باید لات کم بکنی. مثلا من 0.05 چی است؟ لات دور معامله شده بودم، حالا میخوایم میره کم بکنم، این مقدارش کلوز بکنم. میایم چی میکنم؟ همین مقدار کم میکنم. می نوشتم میگم چند؟ 0.02 میخوایم کلوز بکنم. ببینید وقتی میخوایم مقدار نوشته بکنم بر ما چی نوشته میشه دوستا؟ میگه تو اگر میخوای کلوز بکنی، کلوز بکن با اینقدر پروفیت چی میکنه؟ محیط کلوز میکنه. پس ما میخوایم چی بکنیم؟ 50% معامله خود کلوز کردم دوستا. ببینید معامله همون معامله ما هست، همون استاپ همون تی پی رو داره، فقط فرقی که با من ایجاد شد چی هست دوستا؟ که حجم ما کم شده. اون وقت با حجم 0.05 بود، حالا با حجم 0.03 هست. امید بخش هیستوری میبینی که معامله ما چی شده دوستا؟ معامله ما کلوز شده. ببینید همون معامله که ما گرفتم حجم ما کم کردم، در اول با چقدر حجم بود؟ با 0.05 بود، ولی ما چه مقدارش کلوز کردم؟ 0.02 ما کلوز کردم، یعنی اینقدر حجمش ما کلوز کردم دوستای عزیز. پس این رو میگن حجم کم کردن. ریسک فری هم یاد گرفتین دوستای عزیز. پس به همین سادگی شما میتونین از بخش ترید هم استفاده بکنین. دوستای نهایت عزیز، خب میخوایم که بریم در بخش چی؟ بخش هیستوری. این همون ترید هست که ما چند دقیقه پیش بازش کردیم. معامله بای که قدرش هم چی کردیم دوستا؟ حجم را کم کردیم. پس شما حجم کم کردن هم یاد گرفتیم. فعلا چون معامله ما روی سود هست دوستا، میگیریم چی میکنیم؟ حجم ها را کم میکنیم. مثلا ما همین مقدار که هست میریم دوباره ایره هم چی میکنم؟ پس چی میکنم؟ سازی کلیک میکنم، بخش کلوز پوزیشن میرم. در این قسمت که لات هست دوستا ببینید، در این قسمت هر مقدارش که شما میخواین کلوز بکنید همون مقدارش رو تایپ میکنید، میرین چی میکنید؟ کلوز میکنید. ما میخوایم 0.01 یک لات چی کنم؟ کلوز بکنم. با چقدر مفاد کلوز میشه؟ با 4 دلار مفاد کلوز میشه دوستا. و حالا ببین دوستا، ما حجم خود را باز هم کم کردم. من اول معامله را باز کرده بودم با 0.05 باز کردم، یعنی با 500 چی کردم؟ معامله بای داشتم. ولی یک بار این دو دفعه چی کردم؟ دو دفعه حجم خود کم کردم.
حالا ما میخوایم برم ببینیم که من این مقدار معاملات که باز کردم و هم بسته کردم، اینجاهایی که مثلا ما حجم خود کم کردم در کدام بخش نوشته میشه دوستان. با بریم اون بخش چک بکنیم. اینجا چی هست؟ بخش هیستوری هست دوستان. میریم بخش هیستوری چک میکنیم، میبینیم که مثلا ما امروز چی معامله های را انجام دادم و چی شده، چی چیزهایی ما هم در بخش هیستوری ما نشان میشه دوستان عزیز. در بخش هیستوری چی هست دوستان؟ با ما گذشته معاملات ما را نمایش میده. یعنی هر نوع پوزیشن که ما گرفته بودم، تمام نوع پوزیشن ها را همچنین ما نشان میده، کدامش تیپی خورده، کدامش استاپ خورده و همچنین مقدار سود و ضرر ما همانش نشان میده با تاریخ های دقیق و همچنین تایم دقیقش رو نشان میده. مثلا این معامله که ما کلوز کرده بودم در کدام تاریخ و در کدام تایم چی شده کلوز شده دوستای عزیز. من قدر معامله خود کلوز کردم در اینی تاریخ، در اینی تایم، اینی هم مقدار سوده. و این هم معامله هایی است که من به طور امتحانی گرفتم، میخواستم چک بکنم براتون چی رو بگویم نسبت دیگه پاره. اینجا همچنین هست، مثلا گفته که این قدر با 5 سال سل داشتی روی طلا در این قیمت و این قیمت هم بسته شد. ببینید دوستا اینجا قیمت که است، این قیمت است که اینتری تان است، این هم قیمت است که تیپی یعنی شما مایتون کلوز شده. این مقدار سود و مقدار ضرر تان است، این هم تاریخش و هم تایمش. پس اینا همه شما چی که نوشته کرده. اما در بخش این پوزیشن ها هست دوستا، بخش اوردر ها میری، اوردر هایی که مثلا خود ست کردی در اون بخش به ما نشان میده. چون ما فعلا هیچ نوع اوردر هایی که مثلا ما داریم دوستا، ببین اوردر هایی که ما شما داشتیم کلش با ما چی میگه نشان میده، کمشون چی کلوز شده. و بخش دیالز که تمام چی نشان میده دوستا، تمام هر نوع مودیفای که این تغییرات که شما در پوزیشن های در آوردین در این بخش به شما نمایش میده دوستای عزیز. و اما اینجا ببینید چند بخش دیگه ما داریم، مانند پروفیت، دیپوزیت، سواب، کمیسیون و بالانس. اینا نشان دهنده چی هستن؟ پروفیت کسی نشان دهنده است که مثلا مقدار سود ضرر کرده بودی بر نمایش میده. مثلا ما امروز چی کردیم دوستا؟ $23 ضرر کردیم. دیپوزیت یعنی چه میده که امروز چقدر چی داشتی دیپوزیت داشته، چقدر پول وارد بالانس کردی. سواب کسی نرخ بهره نشان میده، نشان میده چقدر نرخ بهره گرفته است. کمیسیون هم نشان میده، بالانس هم مقدار چی نشان میده، مقدار اصل سرمایه نشان میده دوستا. پس با مقدار دیپوزیت و همچنین مقدار بالانس هیچ وقت اشتباه نگیرین. دیپوزیت که است یک مقدار پول نشان میده که شما در اکانتتون واریز کردین، ولی بالانس اصل سرمایه‌تون است. اصل سرمایه‌تون چقدر است؟ یک قدر است دوستا. و اینجا بخش های مختلف دیگه هست دوستان، مثلا اینجا بر اساس چی خاطر میخواین تنظیم بدین که اینا بر اساس چی اینجا چی منظم ترتیب شود دوستا. مثلا میخوایم بریم بر اساس چی تنظیم کنیم، بر اساس پروفیتش چی بکنیم تنظیم بکنیم، میخوایم بر اساس تایمش چی بکنیم، اوپن تایمش تنظیم بکنیم. و ما چی میکنه نشان میده. مثلا اولین معامله که ما امروز داشتیم اگر اوپن تایم ما این بهتر است. اولین معامله که مثلا ما امروز داشتیم این بود برایش ای ولی بازم بس دلخواهتون اینجا چی انتخاب بکنید. اما اینجا که به ما چی نشان میده، شما این انتخاب میکنین که هیستوری کدام معاملاتتون با شما به نمایش بده. مثلا میخواین معاملات امروزتون باشه، معاملات هفته قبلتون باشه، معامله های ماه قبلتان باشه، 3 ماه گذشته باشه، و هم کاستم پیریود. کاستم پیریود معنی چیه؟ از یک تاریخ مشخص را شما چی میکنین میخواین بهتون نشان بده دوستای عزیز. پس هر کام شما خواستین انتخاب میکنین، مطابق همین چیزی که انتخاب کردین هیستوری معاملاتتون با شما به نمایش میده. و دوستای عزیز این هم شده که آموزش کامل متوتریدر 5. امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه. خب دوستان نهایت عزیز این هم آموزش جامع متوتریدر 5 بود که از تمام امکاناتش استفاده بکنین. امیدوار هستم این آموزش برای شما مفید بوده باشه. اگر سوال داشتین یا موضوع خاص را میخواستین یاد بگیرین حتما کامنت بانین و همچنان فراموش نکنین که برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب بکنین. تا ویدیوی بعدی و همچنان آموزش بعدی موفق و پرسود باشین.